عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستان. بنده مرتضی رضایی هستم و با مبحث در ادامه مباحث ذکر شده در زمینه ارتعاشات، مبحثی رو که امروز میخوام در موردش صحبت بکنیم مربوط هست به فرکانس دور بحرانی یا کریتیکال اسپید. خدمت شما کارزم قبلا گفتیم خدمتون که هر نوع وسیله، هر قطعه‌ای که ساخته میشه مقداری که ما میگیم مجاز، قابل قبول و قابل اغماض، حتی ناخالصی توش هست، نابالانسی جرمی توش هست، غیر یک نواختی توش هست. اگر شفته که اینجا موضوع بحث ما مثلا شفت و روتور هست، اگر شفت میزان قابل مجازی، قابل گذشتی، در واقع خمیدگی و بندی توش هست، همه این عوامل وقتی که دست به دست همدیگه میدن تا زمانی که اون قطعه استاتیک هست خب خیلی مشکل ساز نخواهد بود. ولی وقتی ما در زمینه بحث ماشینالات دوار داریم صحبت میکنیم، دوران این قطعه‌ای که جرم‌های آمبولانسی قابل گذشت داره، خمیدگی‌های قابل گذشت داره، تخلخلی حتی در ساختش داره قابل گذشته، همه اینا وقتی که به دوران در واقع می انجامن، با توجه به اون نیروی MR اومگا 2 یک نیرویی رو به خارج از مرکز خودشون در واقع اعمال میکنن که این نیرو باعث خب به وجود اومدن ارتعاشی میشه که حالا باز اون ارتعاشه هم برای ما قابل قبول خواهد بود، ولی یه سری شرایط خاص اتفاق میفته. در یک حالت خاصی، در یک فرکانس خاصی، در یک سرعت خاصی، این خمیدگی و این بندی شفت تغییر مود میده، تغییر زاویه میده. حالا اصطلاحاً مودای وی دارن، مود اس هست، مود دبلیو هست. اینا یه تغییر حالتهای گذرایی توی شفت و توی اون روتور ما اتفاق میفته که من الان گفتم گذرا زمانی هست که ما اینا رو بشناسیم، ولی اگر اینو نشناسیم ممکنه اون حالت گذرا اتفاق نیفته و ما بیایم توی این دور کریتیکال اسپید و دور بحرانی یا نزدیک به اون کار بکنیم، ماشینمون رو طراحی بکنیم، سازمون رو طراحی بکنیم و فرکانس طبیعی یک قطعه از المان ماشین ما، از دستگاه ما نزدیک بشه به این فرکانس دور بحرانی یا کریتیکال اسپید. نزدیک شدن این فرکانس ها به هم دیگه و مچ شدن اینا با هم دیگه نیروی بسیار بسیار سهمگین و آسیب زننده ای رو به وجود میاره که ما از اون به تشدید یا رزونانس نام میبریم و یاد میکنیم که حالا بعداً در مورد این فرکانس رزونانس و تشدید صحبت میکنیم. الان نظر من این هست که ما باید این آگاهی و آشنایی رو داشته باشیم که بدونیم دور بحرانی سیستم ما کجاست و اینو اندازه گیری بکنیم و حالا روش های اندازه گیری این فرکانس های بحرانی یا کریتیکال اسپید و فرکانس های طبیعی رو هم بعدا خدمتتون عرض میکنم.